مرکز مطبوعات وزارت کانون داخلی تاجیکستان روز 1 نوامبر سال 2022 از آشکار شدن باز یک حالت قلابی به مبلغ خیلی بزرگ خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن شهر ترسونزاده با گمان قلابی دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این ساکن ترسونزاده یک سال پیش روز 29 سپتامبر سال 2021 برای فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن همین شهر در آمده از او یک ماشین تمغه تویوتا کمری 2 ارزشش 120,000 سومونی و باز 70,000 سومونی دیگر گرفته وعده داده است که در محله دویم شهر ترسونزاده برایش منزل استقامتی ساخته می‌دهد، اما او مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی خود صرف نموده تا حال برنگردانیده است. حجم عمومی ضرر رسانده شده به جبر دیده 190,000 سومونی یا تقریباً 18,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حالت از طرف دادستان کل تاجیکستان بر اساس قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصاً کلان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به ساکن ترسونزاده بر اساس این بند قانون جریمه هنگفت به اندازه از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای حسابخواه و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند.